در یک روز گرم و تابستانی والتور به سرش زده که سگ چرا نداره. چی؟ وایس تبر ندارم تبرم کو. الان میام همه تون رو پاره پوره میکنم. داشتم میگفتم در یک روز تابستانی خیلی صبح و دلانگیز والتور به سرش زده که چرا من 2 اسب دارم. تازه این خوبه، بذار من این اسب رو بکشم ها. آره اضافی بود. من یک اسب خیلی قوی دارم و اینجوری نگاش نکنید، جونشون نگاه چقدر زیاده. بعد زینم تنش، زین که نه البته زره تنش کردم. من اسب پیدا کردم ولی هنوز سگ پیدا کنم. چرا سگ ندارم من توی سروایول؟ بله حالا اگه شما خواستید یک اسم بذارید روی این سریال هست سروایول، این ورد قشنگی ما تو سروایول هر کی میتونه اسم بذاره ولی تهش باید کرف باشه. یه چی بگی مثلا بهش بیاد مثلا خول کرف. چرا خول؟ خوب کرف مثلا. جدی دارم میگم اسم شما داخل کامنت برام تعیین کنید و پیشنهاداتون رو ببینم که چی میدی تا ناموسن که من بین اونا منتخبشو برمیدارم، اسمشم میذارم توی ویدیو که ایشون این کامنت رو داد و اسمش جالبه، اسمی برای ورد ما انتخاب کرده. خلاصه بهتون بگم که امروز یکی از اهداف سنگین والتور، حالا من چند تا اهداف دارم، انقدر اهداف دارم توی این ورد اصلا این مزرعه قرار نیست اینجوری باشه. آره قرار خیلی خفن تر باشه. چرا والتور سگ نداره؟ یکی از اهدافی که ما نزدیکی که بتونیم به دست بیاریم اینه که چرا سگ نداریم. این بذار من اینا رو بذارم اینجا. ها راست این پوشنان هم به دست آوردن، اونم به چه کاری میاد؟ چیزای با ارزشی که چرا این اینجا چیکار میکنه؟ این اینجا چیکار میکنه خدا وکیلی؟ ها اوکی. چیزهای من 2 تا دارم. وایسا. آها 3 تا دارم. چی من 4 تا داشتم. چیزهای با ارزشی که والتور داره رو مشاهده میکنید که آره زینم دارم و نقشم دارم و آره بهتون بگم که بدونید که والتور نقشه هم داره. الان من چیکار کنم؟ چی از این خفن‌تر و بهتر؟ نقشه هم اینجاست دیگه. آره حدودی خونمو نشون میده. خب داشتم میگفتم برای اینکه ما بتونیم پوشن سازم دارم. کلی اتفاق افتاد تو این چند وقت. لول من 20 خورده بود چون مردم دوبار شد 7. برای اینکه ما بتونیم پیدا کنیم یک سگ به 2 استخون کم حس میکنم، یه ذره بیشترش کنیم استخونمون ها. نظرتونه؟ اینجا بود استخونا، اینجا بود استخونای من کو؟ توشی برو باشه. بله استخونام تا یه فرنده فکر کنم از بین رفت. آره نیست اشکال نداره، ما اصلا ما مهم نیست، با 2 هم کارمون را میفته. برای اینکه بتونیم ما سگ بیاریم 2 استخون، 8 تا گوشم برای خودم که جون غذامون تموم نشه. این هم میذاریم اینجا، این هم میذاریم اینجا. اوکی یه شمشیر رو همراه باشه که اگر تبر روزی شکست استفادهش کنیم. تیر چند تا دارم من ناموسن؟ 3 تا دارم، 5 تا دارم، 6 تا تیر دارم و اگر من این 6 تا رو خیلی خفنه 6 تا تیرم همراه خودمون میاریم که اگر روزی خواستیم یک موجودی رو به سزای اعمالش برسونیم بتونیم دیگه. دوستان صدای اندرمن داریم، من اندرمن رو بزنم. اونجا هم جای ویلیج هست بچه. اگه کسی میدونه چجوری باید یه ویلیجر رو، ویلیج هم که اونور هست، چجوری میشه یه ویلیجر رو اوورد اینور اوورد سمت خونش، توی کامنت ها بگه که من یاد بگیرم، چون بلد نیستم چجوری باید
ویلیجر رو جابجا کنم مکانشو. خلاصه که آقا بذار من برم اندرمن رو بزنم، خیلی داره گو میخوره این اندرمن بیشرف. بیا جلو. بیا جلو. صداش از همین ورا داشت میومده. من فکر کنم تو خونمه. نه جرئت نمیکنه تو خونه والتور بره. نکشیم اونجا ما. وای 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 بگار دوستان. چه دمیجی میده بیناموس. پشمام چه دمیجی میده آجی. ریدم. بذار شمشیر رو بردارم بیام. الان میام سراغت عوضی. چجوری جرأت کردی منو بزنی؟ وایسا وایسا وایسا. پس چیزش کو داداش، این باید یه چیزی بده. چیزش کو یه چیز داشت بابا، به قرآن از این چیزا که بابش بری اند کو. دوستان ریدیم. زدقیقا من وسایلمو بیارم اینجوری. میدونی 6 تا از این داشتم، 2 تا از این. تیر کمونم کو. تیر کمون. تیر کمون. جونش به فنا رفته حاجی. نه من به بدبختی این تیکمون از دست پیلیجر کشیدمش بیرون. وای اندرمن بی پدر مادر بدم آخرش هیچ چی نداد بهمون حاجی. پشما. A few moments later. اصلا پیلیج صدا سگ داره جان قربونت برم، من دورت بگردم عزیزم. با یه دونه رام شد جان. بیا دنبال من میاد دیگه. من دلم نمیاد آجی. بذار من این منطقه رو سیف کنم، منطقه گو هم سیف کنم، چون به خدا من 2 تا سگید. بذار تو هم بدم. با هم میریم اگه بتونیم. با هم میریم. خوش 2 تا تن آوردم. آقا من چقدر شانسم گوه. دنبال من بیا دیگه. ببین اینکه خوش باهوش دنبال من میاد. 2000 years later. من اونجا رو میام حاجی. چقدر خوشگله. این فکر کنم همون جایی بود که میخواستم. اونجا یه چیز پیلیج بود، قلعه پیلیج بود، ولی این خونه شونه دیگه. این خود اصل کاریه. بچه ها تو این بردمون پارت بعدی میام سراغ اینجا. پارت بعدی میام اینجا و بیچارتون میکنم. ببین بسیار زیره سنگه. چقدر خوشگله حاجی. چقدر خوشگله. ریدیم. این همه زیبایی توی دونه ورد اصلا مگه میشه؟ خب آقا من بریم و بیایم. تو میرم خونه مثلا پیدا کنم یا برم سراغ مختصات. بله به چقدر با شکوه این. چی؟ نگاه من یه بار چی بودی؟ نگاه یه جا یه بار دیگه مرده بودم من اینجا. جاها بر من آشناه حاجی. باور کن خونم همین دور و براه. صبح شد. بذار من یه ذره دیگه بگردم. گاهی من یه چند دقیقه دیگه هم میگردم. سگم برام مهم نیستی. میخوام فقط آرمورام به فنا نره. سگی که اصلا رفت. چی این جلوتر داداش؟ این دیگه باگه. من فکر میکنم باید تناب همراهمون باشه. خدا هستم به خدا همین جاست خونم ها. جدی آشنا داره میشه برام جاش. مپ مثل کف دستم بلدم. وای 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 حاجی فکر کنم همینجا باشه. داریم نزدیک میشیم بهش. ببین بچه ها من اومدم بپرم تو لاوا ولی ناامید نشدم.
ببینید اینو هم من در عبرت بگیرید، هیچ موقع ناامید نشید. سگم دارین دیگه. خدا شکر با این پارت با پایان خوب روبرو شدم. خدا شکر. چه قیافم خیلی خوشحالم. نه ریدم به خودم. بالا ببینم عشقم، تو فقط بیا بالا دورت بگردم. تو بیا بالا، تو بیا بالا. جون دل بیا بالا. آجی داشتیم باگه مگه میشه؟ به خدا باگه. ریدم به خودم. آجی یه نون و یه چیز میزم گیرم اومد. فکر کنم نه قدیم بود. خوبه آقا، خوبه. خیلی خوشحالم با هم دوست بشید. این اسبم این اسقره، این اکبر. اکبر این از قشنگ تریه. چطوری اکبر میشینه؟ تو هم که عشق منی اسقر. اینجا هم که مکان ویلجرها. بچه‌م واقعا برج دیدبانی خوبه، دارم بهتون جدی میگم. توی چیزاتون حتما یه برج دیدبانی اگه نذارید همین الان این کارو بکنید، چون والتور در عبرت گرفت از این بازی که برج دیدبانی بزنید دوستان. و تا ویدیو بعدی میرم تو فعلا پیس.